در نخستین روز کمپین جلوگیری از گشت و گذار موترهای شیشه سیاه و بدون اسناد و افراد مسلح غیر مسئول در شهر کابل، نیروهای امنیتی با مشاجره‌های لفظی روبرو شدند. اسناد نمی داشته باشه، پلیت نمی داشته باشه، وظیفه گارنیزون کابل است، انتقالش میدیم گارنیزون. این موتر مربوط یکی از اعضای شورای ملی است. به گفته مسئولین امنیتی این واسطه هیچ نوع اسناد ندارد و از مدت اعتبار کارت‌های اسلحه‌ای موجود نزد افراد مسلح آن نیز بیشتر از 2 سال گذشته است. اما افراد موجود در آن یکی از اسلحه ها را با خود میبرد، اما موتر وی برای بازرسی به وزارت داخله انتقال می‌یابد. با وجود چنین یک وضعیت، وزارت داخله میگوید این کمپین برای چندین هفته ادامه خواهد یافت. ما این کمپین آغاز کردیم تا همین لحظه که با شما صحبت میکنیم 10 واسطه و 10 میل اسلحه از سرتاسر کابل جمع آوری شده. این کمپین حداقل برای چند هفته دوام پیدا میکنه تا اینکه در کل ما بتونیم در داخل شهر کابل واسطه هایی که خلاف قوانین روی جاده گشت و گذار میکنن جمع آوری شده. باشنده های شهر کابل از این کمپین استقبال می کنند. خدا کنه این پروسهشان تا آخر ادامه پیدا کنه که تا آخری زورمنده که در شهر است تا خاتمه بیفته. دا اقدام چې د کابل ګارنیزون لخوا څخه سوی موږ ډیر خوشاله یو او هیلمن یو چې دا پروسه هم داسې دوام ومومي، ځکه چې مخکې تیر وختو کې هم دا اقدام سوی او دوی تر پای پورې دا نه و عملي کړی. باید وطن ما جور شه، باید زوردار باشه، اگر کی باشه ما باشیم او باشه باید کنده شود. اگر وکیل صاحب باشه هر کی که باشه باید قانون مراعات شود. در گذشته موارد متعدد بدرفتاری افراد مسلح غیر مسئول با مردم دیده شده. موترهایی که شیشه‌شان سیاه است مسئول بعضی از چنین موارد دانسته شدند. قبلا نیز برای پایان دادن به چنین وضعیت حکومت به تکرار تلاش کرده، اما ظاهرا هنوز این تلاش ها نتیجه چشمگیری نداشته است.